السلام ای مردم فرهنگ دوست، دیدن دیدارتان ما را نکست. بله، در واقع ارزشمندترین کامیابی دولت و ملت تاجیک استقلال به حساب می رود که هنوز 30 سال مقدم مردم شرفمند تاجیک آن را به دست آورد. استقلال واقعا هم نعمت نادر است که خدا به ما داده. تاجیکستان عزیز ما همکنون 30 سال می شود که تحت راهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زیر پرچم صلح و دوستی رشد و نمو کرده ایستاده است. آرامی و آسودگی، تنجی و امنیت، صلح و ثبات برای هر یک ساکن کشور امکانیت فراهم می آورد که پیکار و پیکار و برد و موفقیت های خیش سعی و تلاش نمایند، زندگی کنند، پیش روند و آینده خود را بهتر سازند. استقلالیت به همه قشر جامعه امکانیت های خوب فراهم آورد. آره، با چنین گفته ها بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، شرکت صدا و سیمای شهر پنجکند در همکاری با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند سلسله برنامه تاجیکستان خانه امید ما را با مقصد انعکاس نمودن دستاوردهای 30 سال استقلال مردم شهر و دهات پنجکند و از حدود و جماعتها و محله های شهر و دهات آماده و پیشنهاد شما کرده ایستاده است. به همین منظور برنامه نوبتی ما نیز از جماعت دهات سوجینه دهه سوجینه منظور شما می گردد. این برنامه شما را با فعالیت انشاءات‌های دهه سوجینه سمت فعالیت ساکنانش بینندگان ارجمند، ما در این برنامه شما را با فعالیت انشاءات‌های دهه سوجینه سمت فعالیت ساکنانش برد و باخت و دستاوردهایش آشنا می سازیم. اصلا جماعت دهات سوجینه یکی از کلانترین جماعت‌های شهر پنجکند به حساب می رود. جماعت دهات سوجینه 6114 نفر اهالی داشته 962 خواجگی دارد. واقعا در دایره تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بهر تطبیق دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در شهر و دهات پنجکند کارهای سازندگی و بنیادکاری با مرام ادامه دارد. با تشبث مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و سهمگذاری صاحبکاران سخاوت پیشه جماعت دهات سوجینه کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارد. یکی از صاحبکار موفق که طول 10 سال به صاحبکاری مشغول است و امروز مغازه را ساخته به استفاده داده است، محمدیف مقصد الله می باشد. او افتخار از آن می کند که با دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان او نیز سهم خود را برای پیشبرد جامعه گذاشته ایستاده است. من محله رئیس تشنو کرامت بودم. من محلم başka mahalleye nispeten anca kattara چیز خوجالک با şundan 3 ta magazin işleydi birge. Hazır tarafxonalar qurilibdi. Mana bu magazin Muhammadiyev Maqsadullohning magazini bu 10 yildan beri faoliyat ko'rsatadi. Mollari sifatli, arzon. Yana da 30 yillikka yangi ishlarni qilishmoqchi. Yana harakat qilamiz bundan ham yaxshi ishlashga. همچنین سوال به میان آمد که سطح تعلیم و تربیه در این دهه چگونه به راه مانده شده باشد. ما برای دریافت پاسخ به این مؤسسه تشریف آوردیم. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 در سال 2020-2021 1170 نفر خواننده را در بر میگیرد که در 2 بست تحصیل میکنند. در این مؤسسه 63 نفر آموزگاران به طالب علمان درس میگویند. مؤسسه دارای 34 صنفخانه و 6 کابینت فنی می باشد. همچنین کتابخانه دارد که همه روزه طالب علمان از این کتابخانه ثمرناک استفاده میبرند. من شادی فهمیدم. آموزگار همین مکتب
ما جهه سجونه و مکتب دو کار کرده ما مندار میگویم که اساسگزار رسول وحدت پیشوای ملت محترم پرزیدنت تاجیکستان جناب عالی امام رحمان مندار میگویم که همین خیلی شرایط مهیا کردن. برای همین همیشه به تشکر. ما از مرکز سلامتی دهه سوجینه نیز دیدن نمودیم که واقعا مرکز سلامتی از تعمیر زمانوی برآورده شده است که 8 حجره کاری و 12 نفر کارمندان کار و فعالیت می کنند. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام خود تندرستی را ساحه کلیدی رشد جامعه نامیده تاکید نمودند که ملت سالم ته کرسی جامعه سالم می باشد. پس از آن ما برای باخبر شدن از حال و شرایط بیمارخانه منطقوی دهه سوجینه نیز دیدن نمودیم که سردختور این بیمارخانه اگمبردیف شاه منصور می باشند که 14 نفر کارمند دارند و در این بیمارخانه تمام شرایط ساحه طب فراهم آورده شده است و همه روزه برای سالمی جامعه خدمت شایان خود را می‌گذارند. من سردکتر بیمارخانه دهه سوجنه. بیمارخانه ما از سال 82 سال فعالیت دارد. از 3 شعبه عبارت است: شعبه بچگانه، تولدخانه و کسل‌های درونی. در بیمارخانه شما چند نفر کارگر فعالیت میکنند؟ در بیمارخانه ما 14 نفر کارگر، همچنین 2 دکتر معلومات عالی کار میکنند. درباره شرایط بیمارخانه کمی حرف زنید. در یک وقت شما چند نفر بیمار رو میتوانید در این بیمارخانه بستری کنید؟ ما 20 کاتبایو میتونیم که 30 کسلت باور کنیم، جا به جا کنیم، جای ما میرسد. همین سال بیمارخانه تعمیر برآوردیم. بیشتر پیچکه‌های بابایی بود، حاضر سنترالزوال برای تقلید کردیم و شرایط نه است. فقط کمتر همون زمستان با اسوید تازه میکشتن قسم کشیم دیگه یکون مشکلی نیست. آب روان هست، گرمتنی هست، شرایطمون هست. همین بیمارخانه شما با چند نفر اهالی خدمت رسانیش نگرانده شده است؟ 17,000 اهالی با خدمت میکنند. خب در دوام همین 30 سال استقلالیت در ساحه تندرستی که شما یک فردی هستید که در این سال کار و فعالیت میکنید و در انامین بیمارخانه شما بینایی که این ما شما قرار داریم، چی تغییرات ها شد، چی پیشروی ها شد؟ نگاه شما درباره 30 سال استقلالیت؟ پیشتر کسالای هم دامانه بود، هزار آدم دامانه میشد اون وقتا. دیزینتریه بود، همون کسالا همونش از بین رفت. حاضر به این خیلی کسالا نیست. مروشی بچه ها بسیار بود، 1 سال به 1 تا 20 تا کودک ها میمردن. حاضر به یا 1 تا یا 2 تا کم شدگی. آینده چی نقشه ها دارید برای بهبودی سمت فعالیتتون؟ حاضر ما همون وقتی مصلحت کردیم بیمارخانه با اوزی، EKG، اپارات‌های گرفتنی ما، کابینت‌های هم فیزیوتراپی تشکیل کردیم. ما کارگرای بیمارخانه منطقوی سوجنه جناب عالی ندار هستیم. وقتی هم پاندمی پارساله بسیار کمکی نقش شد، ما با معاش ما وقتش بگرفتیم، کمکی یاردم هم شد. یکی از بخش‌های دیگری برنامه ما آیله نمونوی می باشد که ما به منزل یکی از ساکن جماعت دهات سوجینه دهه سوجینه به خانواده 1 نفر زن واقعا هم سریشته، هنرمند، عاقله، زن خاکسار و فروتن، ترسونا و کرامت تشریف آوردیم. اینک فشرده صحبت ما آید زندگی و کار و فعالیت این خانواده منظور شما می گردد. من ملوی تیمرجان عبادالویچ تولگاه علم برمان 961 yıl 16 sentyabrda tug'ilganman. 1982 yil oilador bo'lganman. 4 o'g'ilni otasi, 4 o'g'il, 1 qiz. 4 o'g'lim oilador bo'lgan. Ulardan farzandlari bor, kattasini 3 ta, ikkinchisini ham 3 ta, uchinchisiga 1 ta, to'rtinchisiga 2 ta farzandlar bo'lgan ular. Bitta qizchamiz qolgan, hozir qo'zingiz o'qiydi.
شما گذشته به چی کار کردی مشغول بودید؟ امروز چی کار میکنید؟ درباره کار و فعالیتتون نظر این زمان من خوجای دیخان شکلک با رئیس گذشته چی کار میکردی؟ اول دیخان بودم نه اما چند فرزندتون صاحب معلومات؟ فرزندو صاحب معلومات هستن؟ وقتی رئیس با آقای خواندست اگر که تمام شد دیپلمش بیارد گرفته بیاره صاحب معلومات شدن. دیگری فرزندتون چی کار کردی مشغول؟ همین دیخانه همه کسب خودتون دیخونه. رئیس بینه بازو جته شوسته اما جته شمیده این هم خواندایی الکتریک دیخاندارا من تفنوكر مديمونا الموت قزا مشي تغلغان ديخون ولا سرع تغلغان من سكزي لمبر هنا ما نشرب ولا شغل أنا من أدرس بوفو من تقريبا أيلامجا تور فرزندم با برقزم با نم تور تكلرم همسم هنرمند وغلارم همس ديخون عمري ولداشم من لو افتمر ديخون خجال رئيس ولش ليلة أيلامز سنش خدا أشكر من أيلامز نامدان محلم نامدان جناب أولغا رحمة لرعيت من بزاقا كين قياسكا هنرمانشلك يول وش بيرجلا توري لامبر هنرمانشلك يلقى أدرس بفتوقي ما شن أدرس بفتوق شن yer ajratib berilgan hozirga qurilishim bo'lyapti davlatimizning 30 yilligiga bag'ishlab mana shu qurilishni ishga topshirib yanada hunarmandchilikni kengaytiraman ayni holat shunday bo'lgan holatlarga biza maslahat bilan bir-birimizni kamchiligimizni yengib o'tganmiz. Kamchilik bo'lgan vaqtlari ham bo'lgan. Uni har qanday sharoitga yaxshi o'tkazganmiz. Yagom bir janjal nakardingiz? Yo'q, janjal qilmaganmiz. امروز مناسبت کلین‌ها با شما چگونه است؟ شما چگونه مناسبت دارید با کلین‌هاتون؟ To'rtala kelinim ham hammasi yaxshi. Bir-birovni ham urush qilganini bilmaymiz. Hammasi bir-birovni balasiga qaragan, bir-birovga yordam bergan, hammasi tinch, Xudoga shukr. Hammasi yosh. Meni hunarimni ham egallashgan, menga ham katta yordamchi shogird hisoblanishadi. لطفاً بگید که وقت از آنی که با کلینتون یک کار رو میفرمایید از عهده همون کاری که شما فرمودید خوب برآمدن نتواند چگونه با مناسبت میکنید؟ Men bilan yaxshi munosabat qilaman. Bizning oilamiz sevishganlar oilasi. O'zimiz ham, balalarimiz ham hammasi yaxshi ko'rib bo'lgan bir-birovni. Bizga bunaqa urush, janjal nima yo'q. Sevishgan oilalari shunisi yaxshi-ku, bir-birovni hurmat qiladi. Bir-birovga tushunadi. Qaynam o'g'lingiz bu urush qildi yoki keliningiz bunday yomon gapni gapirishmaydi. Hammasi murosa qiladi. Yaxshi sevishganlar oilasiga men qo'shilaman. Rahmat, hammasi ham yaxshi ko'rib bo'lgan, hammasi ham murosalik. Men Tursunov Jobir, dadam Mullayev Temurjonning o'g'illari, ayam Tursunova Karomat. 1991-yil 22-iyulda tug'ilganman. O'zim oilador bo'lganman, bitta farzandim bor. 30 ga kirdim, 30 yildan beri ona otam halol mehnat bilan boqib kelgan bizni. Harom yo'ldan uzoqlashtirgan bizni. Umrimizni oxirigacha orzu qilamanki, shu halol mehnat bilan katta bo'laylik, tinchgina, sog' salomat oilamizni o'tkazaylik. Men Tursunova Ro'zgulman. Rahmatjonning qizi, qaynonam, turmushga chiqqanman. Qaynonam adres bo'fi 2014-yil tushganman. 2014-yildan beri men shu oilaning a'zosiman. Meni ishga qabul qilib, adres o'qitib, gilam o'qitib, shular bilan o'rganibdilar. Men shu qo'shilamanki, shu qaynonamni hurmat qilib, izzat qilib, shu ishlarni davom ettirishga. Qaynatam Temurjonova, yaqin birgatilar, o'g'otlari hammasini Xudoga shukr yaxshi.
qo'ldan kelgancha qaraymiz. گل خشره با چچک گل خضره با چچک پیام نبهاره ای گل تاقه داره چی نمد دسته دسته تازم برم برسته رسته پوری گل شود گل زیب گل شود هر کس تو را بیبالد و بیگوید بی با چچک آمد تی با چچک آمد. یکی از مرکزهای سودای این دهه مرکز سودای حکیم بازار می باشد که بنا دو آشیانه بوده با مبلغ 400,000 سامانی ساخته به استفاده داده شده است که 6 سال این جانب به مردم دهه سوجینه و جماعت سوجینه خدمت می رساند. ضمن نواربرداری ما از آشخانه و طربخانه های دهه سوجینه نیز دیدن نمودیم که یکی از آشخانه عبدالستار که واقعا هم خوراک‌های ملی، خوراک‌های با لذت آماده نموده پیشنهاد مردم می‌گرداند که مردم خیلی زیاد به اینجا تشریف می‌آورند. این آشخانه دارای 10 کابینه میباشد که همه روزه برای مردم جماعت دهات سوجینه خدمت می‌رسانند. در دهه سوجینه جماعت دهات سوجینه شهری پنجکند مرکز خدمت رسانی و طربخانه نیز به استفاده داده شد. در مراسم به استفاده دهی انشاءات رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده اشتراک کرده به فرزندان عائله های نیازمند و یتیمان از نام اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تحفه ها سپرده شد. مرکز خدمت رسانی و طربخانه با مبلغ گذاری صاحبکار محلی دوران اشوف در حجم 400,000 سامانی بنیاد گردیده است. آره، مورد ذکر است که پس از به دست آوردن استقلال الکی کشور ما راه بنیاد دولت دموکراتی و حقوق بنیاد را پیش گرفت. ضمناً جمهوری تاجیکستان همچون عضو کامل حقوق جامعه جهانی شناخته شده پرچم کشور چون پرچم دولت مستقل در تمام سازمان‌های با نفوذ بین المللی پرافشان است. از این برمی آید که ما در ظرف 30 سال به دستاوردهای بی‌نظیر صاحب گردیدیم. ثمره بزرگ استقلال که امروز به واسطه ما مردمی شرفمند تاجیک از آن برخوردار شده ایستاده‌ایم باعث شکرگزاری است. آبادی، آسایشتگی و روزگار و حیات آزادانه‌ای که عین حال ما داریم یک زمان آرزوی گذشتگانمان بود. بگذار جشن مقدس ملی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای هر خاندان صاحب دل و آزاده کشور سلامتی، بخت و سعادت، زندگی آسوده و کامیابی و گشایش ها آورد. پاینده باد استقلال و دولت صاحب استقلال تاجیکان تمام دنیا. بینندگان ارجمند، این بود برنامه نوبتی تاجیکستان خانه امید ما از جماعت دهات سوجینه دهه سوجینه که منظور شما نمودیم. سلامت و پاینده باشد.